سالومه بیا سالومه. چطوری اما در رفتم. خب سهر جان خوبی چه خبر؟ من چهاردانی بشینم بفرمایید. نمیتونم چون با کلاس شدی شما جا بدیم چقدر ما با کلاسی. میتونم برم چهاردانی بشینم؟ بله هر دور دوست داری. ما باید همون رو زمین بشینیم. سای چند تا گربه داری الان؟ 8 اسمشونو بگو دونه دونه. الان کوکی، نعنا، سیادونه، رزماری، بچه های رزماری که میشن گردو، آلوچه، انگور، انجیر. بعد قبلش 13 تا همشونو بودن بدی دیگه. بخور. 13 تا بودن. قبلش 13 تا بود. چند تا سگ؟ 2 تا شاه گیلا. شاه و گیلدا. هدفت چیه؟ حال دلت چطوره؟ حال دلم عالی، اینقدر خوبه. نه اومدم شمال خیلی خوب شدم. ای خب عرضم به حضورتون 62 هستم، دهه 60 هستم، اردیبهشت 60. با افتخار 2 تا 10 60 هایی که هنوز روپان ما نمیمیریم سوسکیم. زنده. بعد عرضم به حضورت که خب اولین رشته‌ای که خوندم چیز بود، روانشناسی بود. به اونجا بگو بعد بگی. اولین رشته‌ای که خوندم. سلام آره بای. آره. روانشناسی خوندم. بعد که یادم نبود تا چند تا پارسال که خودم روانشناسی خوندم، دختر خالم بهم یادآوری کرد. روانشناسی خوندم، حسابداری خوندم. چجوری یادت نبود روانشناسی خوندی؟ نمیدونم، مثلا یه تیکه های از زندگیمو یادم رفته به خاطر اتفاقایی که افتاده بود. یه تیکه های یادم رفت واقعا، مثلا پاک شده بود. بعد من همینطوریم، من همین سری چیزا رو میدونی که یادم نمیاد. بعد حسابداری و البته توی پیجم خاطراتمو گذاشتم که اصلا چه اتفاقایی افتاد و اینا خیلی دیدن تو هایلایت ها. منم تو خاطراتش هستم. تو هایلایت ها گذاشتم که چی شد رفتم حسابداری. اون خانواده خیلی دیدن، اصلا هنری بودم از اول، مامانم نمیذاش، بابام نمیذاش، پدر خدا بیامرزم. بعد سلامت باشی. بعد رفتم حسابداری نصف ول کردم، رفتم دانشگاه با افتخار، دانشگاه تهران، معماری داخلی خوندم. بعد تا نمی‌رسی؟ معماری داخلی خوندم دیگه منم. من دانشگاه تهران هنرهای زیبا دکوراسیون داخلی کردم. از اول خیلی دوست داشتم که کانون جوانان داشته باشم، یه جا رو داشته باشم که مثلا همه بیان حرف بزنن، صحبت کنن. یه کانون جوانان، چون اون موقع خودم یه کانون جوانان سر مرزداران میرفتیم با دوستامون. بعد از همون موقع خیلی دوست داشتم این کار رو انجام بدم که دیگه نشد و رفتم بعد از معماری که یه سری اتفاقات تو زندگیم افتاد و اینا، رفتم سراغ گردشگری. رفتم توی آژانس کار کردم. بعد دوباره رفتم اونجا دانشگاه مدیریت گردشگری خوندم از گهواره تا گور. ما دانش جویدیم، گردشگری هم مدیریت گردشگری خوندم. بعد آژانس هواپیمایی زدیم با همسر سابقم. پس از این به بعد توی این چنل سالومه رو داریم، با اتفاقای زندگیش ما رو دنبال کنید، هم چنل منو هم چنل سالومه رو. سعی می‌کنیم کار مشترک بذاریم، سعی می‌کنیم با همه سری آشپزی در طبیعت ها انجام بدیم. میتونیم سیگار بکشیم این تو؟ نه بدآموزی داره، بذار کنار، الان تموم میشه. خب نمیکشم. در میارم. آره کار بعدی سیگار کشیدن.
البته زندگی خصوصیش هر کسی به خودش ربط داره، هر کی هر چی میکنه به خودش میکنه، به ما ربطی نداره. خلاصی که قراره یه عالمه اتفاقای جذاب بیفته. استارتش رو سحر باعث شد که امروز بزنیم. ببین ما میخوایم یوتیوبر رو بشیم. دلاری. آره اینجوری. وای سحر پولدار شدی. اینا میره پشت صحنه. رو صحنه میاد. بعد اینا بذار پشت صحنه. اینم میذارم پشت صحنه. لمس